سپس توبه دیگری از آدابهای طالب علم این توبه و استغفار است. توبه و استغفار. مؤلف حفظه الله تعالی میگه که التوبه عبادة من اجل عبادت. توبه این عبادت است بلکه از بهترین عبادت هاست. یکفر السیئات، گناهان رو محو و نابود می سازد و ترفع درجات و درجه های بلند را انسان با واسطه این توبه نائل می گردد. ولا یکمل عبد ولا یحصل له کمال، انسان کامل نمی شود و کمالیت را به دست نمی آورد. هیچ بنده بی توبه کامل نمی شود و به کمال نیکی الله سبحانه و تعالی نیز نمی رسد بجز توسط توبه و ندامت به سوی پروردگارش. ابن قیم می‌فرماید که اکثر الناس لا يعرفون قدر توبه، اینکه بیشتری از مردم قدر و منزلت و ارزش حقیقت توبه را نمیفهمند. ولا حقیقتها، نه حقیقت توبه را نمیشناسند، نمیفهمند. در مدارج السالکین التوبه سبب الفلاح، توبه این سبب نجات و رستگاری است. چگونه که الله سبحانه و تعالی در محکم آیاتش میفرماید و توبوا الی الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبه کنید، به سوی الله توبه کنید ای مردم، همگی به سوی الله تبارک و تعالی توبه و ندامت بخورید. لعلکم تفلحون، باشد که شما نجات پیدا نمایید. ابن قیم می‌فرماید که و یغلق باب الشرور بالتوبه، به درستی که بابهای درهای بدی ها با توبه محکم میگردد. ولی استغفار، با توبه و استغفار درهای توبه محکم میگردد. در زاد المعاد گفتن. و شیخ میفرماید که و من لم یؤدی تلک العبادت، اگر هر کسی که این عبادت رو انجام ندهد، این توبه استغفار رو انجام ندهد، کان ظالما لنفسی، برای نفس خود ظلم کرده است. چون الله سبحانه و تعالی میفرماید و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، هر کسی که توبه نکند به درستی که آنها از جمله و زمره ظالمانند. هر کسی توبه نکند آنها از جمله و زمره ظالمانند. پس توبه نه تنها یک درخواست آمرزش است، بلکه بازگشت حقیقی به سوی پروردگار عظیم الشأن است. اینکه بنده گناه میکند، در تاریکی های این گناه و گمراهی ها غوطه میزند و این است که این تاریکی ها غوطه زدن در این تاریکی ها با توبه و استغفار نور پیدا می شود. انسان از این تاریکی ها با سوی روشنایی راهنمایی می شود. لحظه احیا شدن قلب بنده و تغییرابی زندگی بنده با این توبه و استغفار است. پس با توبه و استغفار زندگی کردن زندگی انسان را خوش میگرداند، چون با توبه نفس انسان زنده میگردد. چون ابن قیم فرمودند اکثر مردم قدر و منزلت توبه را نمیدانند، زیرا شاید این کار ساده بشمارند. توبه یک تیر است که نور قلب بنده را میکشاید. این توبه در نجات و خوشبختی است. در توبه برای همگان همیشه گشوده است. در اصل توبه مثل یک شستشوی قلب و روح بنده است. به هر غژدی ها و چرکینی ها قلبی بنده تاریک شده است، شستشو کرده آن را پاکیزه می‌گرداند. در روز قیامت هیچ شادی مانند شادی آن بنده‌ای که توبه خالص کرده است نیست. و اگر بنده توبه کرد خود را سبک حس می‌کند و آرامش در داخل قلب خود را هم حس می‌نماید. و شیخ می‌فرماید که و من کرمه، از کرم الله سبحانه و تعالی ان هذه عباده تؤدى في كل مكان، از کرم و فضل الله سبحانه و تعالی بر بندگان این است که این عبادت، اینه که این توبه و ندامت خوردن در هر زمان در هر مکان پذیرفته می شود. در هر زمان در هر مکان پذیرفته می شود. چگونه که در کتاب توبه باب در بیان قبول توبه از گناهکاران که گناه کرد توبه کرد. حدیث ابی موسی اشعری است رضی الله عنه می‌فرماید ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار. حدیث عظیم است که الله سبحانه و تعالی دستش را در شب دراز می‌کند که کسانی که در روز گناه کرده بودند در شب به سوی پروردگار باز می‌گردند تا که آنها را بکشد بگیرد. و یبسط یده بالنهار
بالنهار لیتوب مسیء اللیل، و در روز هم دستشو دراز میکند تا کسانی که در شب گناه کرده بودند به خود ظلم کرده بودند تا که دست آنها بگیرد. حتی تطلع الشمس من مغربها، حتی اینکه آفتاب از مغرب برآید. تا این وقت برای انسان فرصتی توبه کردن است، فرصتی بازگشت به سوی پروردگار عظیم الشأن است. و رسول الله صلی الله علیه و دعا میکردند در یک مجلس، حتی 100 بار میگفتند رب اغفر لی، پروردگار ما را بیامرز، و توب علی، و گناهان ما را ببخش، انک انت تواب رحیم، بدرست که تو بخشنده و مهربان هستی. در روایت ابی داود در کتاب صلات نماز در باب در بیان ذکر و استغفار از حدیث ابن عمر رضی الله عنه. و همچنین الله سبحانه و تعالی با توبه بنده خرسند میشود، شاد میگردد، و بازگشت بنده با سوی پروردگار الله شاد میگردد، چون که روایت مسلم است در کتاب توبه ترغیب کنندن مردم با سوی توبه از حدیث ابی هریره رضی الله عنه: الله اشد فرحا بتوبه من احدکم بضالته اذا وجده. الله شادتر میشود با توبه یکی از شما چگونه که یک بنده که گمشده خود را گم میکند خرسند میشد، از این در پروردگار شادتر میشود از توبه بنده اش شاد میگردد. و میفرماید که کان النبی صلی الله علیه و یفرح بتوبه التائب، اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم از توبه کنندگانی که از توبه دیگران شاد میشد، خرسند میشد. از کعب ابن مالک رضی الله عنه روایت است که میگه لما سلمت علی رسول الله، بر هنگامی که بر رسول الله من سلام دادم، و هو یبرق وجهه من السرور، هنگامی که با او سلام کردم و چهره اش می درخشید از خرسندی، چهره رسول الله از خرسندی می درخشید. و هنگامی که بر رسول الله شادی داده می شد، چهرهش مثل نور می درخشید، حتی که انا قطعه قمر، حتی مثل یک قطعه از قمر محتبر می درخشید چهره پیامبر صلی الله علیه و سلم. كنا نعرف ذلك منه، میفرماید کعب که ما این را از رسول الله اشاره میکردیم، میدیدیم صلی الله علیه و سلم. خیر یوم فی العمر العبد، بهترین روز در عمر بنده، یا که بهترین روز از روزهای بنده، یوم توبته، آن روز توبه بنده است. قال النبی، رسول الله فرمودند لکعب ابن مالک، بر کعب ابن مالک، لما قبل الله توبه، هنگامی که توبه کعب ابن مالک پذیرفته شد، گفتند ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، بشارت بر آن خیری که بر تو گذشت روزی که مادرت رو به دنیا آورد. پس بهترین روز آن روزی که توبه کردی، روزی آغازی نو است. شاید تو از گذشته شرم داشته باشی، اما این روزی توبه تو مثل یک روز نو، روز سحر است. آن شبهای تاریک را میپوشاند و هیچ جشنهای این دنیا با آن روزی که تو توبه کردی با سوی پروردگار بازگشتی برابر شده نمیتواند. استغفر الله. کان الصحابه یهنئ بعضهم بعضا بالتوبه، اینکه صحابگان کرام بعضیشان بعضی دیگر را با توبه کردن بشارت میدادند، تبریک میکردند، همدیگر را شادباشی میگفتند صحابگان کرام، همدیگر را مبارک بادی میگفتند. آنها از توبه دیگران شاد میشدند، چون یک نعمت بزرگ این را میشمردند. قال کعب میفرماید که و اذن الرسول صلی الله علیه و سلم الناس بتوبه الله علینا. کعب میگوید وقتی که پیامبر الله بعد از صبح بعد نماز بامداد توبه من را اعلام کرد، میگوید من به سوی او دویدم و مردم گروه می آمدند و من را مبارک بادی میگفتند، من را تبریک میکردند و میگفتند الله توبه تو را قبول کرد، تبریک باشد توبه تو به تو تبریک باشد. بخاری و مسلم این حدیث را روایت کردند. به درستی که شخصی توبه کننده بعد توبه اش، بعد ترک آن عمل آن گناهش، غمگینی را در قلب خود پیدا میکند. بعد آن که معصیت را انجام میدهد، غمگینی قلب او را فرا میگیرد، خود را خسته و خود را پریشان فکر میبیند و هنگامی که توبه میکند قلبش را یک خرسندی فرا میگیرد. بر قدر آن غمگینی که در قلبش فرا گرفته، این خرسندی اون را مغلوب میکند. چقدر که توبه بنده قوی باشد، همان قدر همین غمگینی ها را و حزن را از دل انسان ریشه‌کن کرده دور می‌سازد. چون پس از توبه احساسی اندوهی قلب بنده عمیق می‌شود که گناه را ترک کرده است دیگر، و این حزن و غمی که در قلب بنده پیدا شد بعد از توبه، همین حزن و غم آن خطاگی ها و آن خطرها را دور می سازد و انسان را از این خطرهای معصیت هشدار می دهد و انسان دور می گردد و شادی قلب انسان را فرا می گیرد. ابن قیم رحمت الله علیه می گوید که این یک معنی نازک دارد که هر کس آن را نمیفهمد، یا هر کس آن را نمیفهمد، یعنی هر کس آن را درک نمی کند، که هر کس
هر توبه کننده حتما در آغاز توبه اش حالت تنگی قلب و غم و اندوه و اضطراب رو احساس میکند و این به سبب آن است که قلبش از این گیرداب‌های گناه بیرون میرود و میخواهد با آنها مبارزه برد و این فشار گاهی با شکل غم، گاهی با شکل درد دل و ناراحتی نفس در بدن انسان ظهور میکند. ولی اگر توبه بنده راستین باشد، سپس همه این اندوه به شادی وسیع تبدیل می شود. فراغی قلب.